بله حداقل به موفقیت امروز رسیدیم و خونه‌شونه نمیگیم منطقه‌شو درست واسه نداد. اومدیم سراغ آقا سعید. بله آقا سعید بودن دیگه، آقا سعید عباسی و گفتیم که باید لباس بدی یعنی در خونه. بله از الان ما دنبالشیم. بله و استوپی کنم فعلا این ترافیک بدتر تو واسه ترک نمیتونیم. ما پیش بینی کردیم که میخواد دور بزنه و امیدوارم فقط دور بزنه، ضایع نشه. بله اوکی بود. بله داره پیش بینی درست کرد. بله میبینیم که هر دفعه راهنما زد. انسانی رو دنبال کنید به هنرمندی از 3 پسر افغانی امیرسال محمد. جواب گرفتیم. آره فعلا اون جلوتر لو نریم. آره دیگه زدن من نمیدونه یکی از کناری دمشه در فیلم هایی آره از خری اینی آقای گله چه آسیان و بهتر از کاسی کاسکش هستن. آفرین چقدر قشنگ. میباره یه تیشرت داده از بالا میباره یه تیشرت بالا سفار دادشم با خون زاد تون برو خره تون برو که ما هنوز دنبالشیم و خوب داره میره سمت احمد آباد. بله مرد سال آسیا آقا ما بگیم برای یوتیوب بوده طوری نیست. حتما آقا نگاه کن ما فقط کارهای خطرناک میکنیم و فالومون کنیم دیگه. بله فایار تو را خدایه کنم. بله میبینید که اینجا قراره فردا 10 میلیون بره بالا. ما فقط داریم سایه اقتصادی به شما میگیم تو این کانال. اول که اون لباس تاریخی کتاب تاریخی و حالا این خیابون ماله مرد آسیاست. یادتون باشه بیاد بخرید. این واحداش خوبه. بله بریم اونم چقدر قشنگ. امضا بگیریم نه تا میدونی داشتی به کی میزدیم مرتش مرد آسیاد واقعی مرد سالاست. نرو جلو بله راهنماز به سمت چپ ولی انگار که بله من فکر کنم میخواد برد چه سمت چپ. امیدوارم فقط نره بزرگ را. ببین چقدر شعور داره راهنماز. چقدر واقعا آدم حرفه‌ای. خیلی نفس واقعا معرفی کنم یادی نکنیم اون رقم افتادیم. بله یه خیابون جدید ایشون انگار یه ذره فهمیده و داره میخواد حرف ما رو یه دور بزنه ولی ما برشیم الان فکر کردم آره اینجا داریم یه افتایی میشونه اصلا داریم تعمیرش میکنیم. بله بخیر چرا خیلی رد کرد بیچاره شدیم بیدخره رد کرد موتور سنگی بریمونه رد کرد بودو گمش کرد. آقا ما داشتیم دور میشدیم و دمش کرد حاج آقا کسید زداش و تونستیم برسیم بهش دمش کرد. انشالله رئیس جمهور بعدی خر خونش پیدا کرد. وایسا سرکی نه رفت سمتی راست اینجا رو دینر اینجا رو خیلی نرو برو راست که خودشه برو راست که دیدی نرو عکسی دورزه نمیزه فیلم بگیر برو چه روته نه من ترسم چیزمون بگه دیگه. نه چیزمون نمیگه اصلا یادی بر خودمون واسه برن عکس من خره حس میکنم برام وایساده خونه اینجا برو برش برو نه خونه اینجا نیست برو جلوته نبینه ده نه اون مالش نرو بیشون بله بریم جلو. سلام یالا
لباس نه چه موقع سال قبل آخر فصل بریم چون الان بریم دیگه لباس تمرین نداریم خودمون تمرین دو دست مهمون بودن ولی میواد ببریمش انشالله آخر فصل آخر فصل نیم هنوز خونهشون هم ببینی من پیاده میتونم بیام اینجا چیزه؟ عبادی تو دمی بله حداقل به این موفقیت امروز رسیدیم و خونهشونه نمیگیم منطقه‌شو درست کجاست ولی اسمش گل یاسمین همینجوری. به 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 به